گلپایگانی قدس الله نفسه الزکیه برپاس. حضور ارزشمند رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری، حضرات آیات، نمایندگان معزز دفاتر و بیوت مراجع معظم تملین، اعضای وارسته جامعه مدرسین، اعضای شریف خبرگان رهبری، اساتید و علما و فضلا، مسئولان و مدیران پرتلاش استانی و کشوری، فرماندهان، امیران و سرداران از نیروهای خدوم نظامی و انتظامی، مردم ولایت مدار مفت، مردم ولایت مدار گلپایگان، بازاریان عزیز، اقشار مختلف در مسجد اعظم در حال برقراری است. با اساتید خودم در این بخش توفیق